ها سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من آیو اسپرونی، اما خوش اومدیم به ویدیوی جدید من. دوستان اومدم بهتون چجوری یاد بدم که چجوری ایمتون عین یوتیوبر رو لیزری کنیم و این رو روش خودشو داره. پس بدون معطلی میخوام برم سمت ویدیو. و دوستان این که من به اندازه 50-60 ثانیه براتون داخل مپ ریورس اومدم گیم پلی گذاشتم و ایم لیزری رو بهتون نشون دادم که چقدر ایمم لیزره. و اگر دوست دارین آموزش های دیگه ایرم بذارم واسهتون حتما داخل کامنت ها بگین. بودو بریم. صدامون شنیدن. خب من یادم رفته بود شده برده. بچه ها خداحافظ، من ریدم گیرم. Reloading. Cover me. Your teammate has been killed. Enemy down. Engaging the enemies. Your teammate has been killed. خوب دوستان، اینجا من اومدم بهتون دارم نشون میدم که داخل مپ تمرینی ایم لیزر هم دارم بهتون نشون میدم. همونطور که تو مپ ریورس هم دیدین، اینجا میخوام بهتون نشون بدم که نگین الکه این قبل اینکه من ایمم لیزری کنم. من سنسم با هم ریختم برای شما. خب وارد سنس بیسیک میشیم. اول تمام اف و وی رو تا آخر میبریم، بعدش میایم پایین. اینجایی که لگدای گان رو نوشته بزنید به ترنسلیت، بهتون میرسه لگد گان. شما باید اینجا تمام اینا رو به 0 برسونین. تمام اینایی که دارم بهتون نشون میدم، این 5 تا رو باید به 0 برسونین حتما. بعد اینکه اینایی که به 0 رسوندین، شما باید وارد از طریق بیسیک ژیروسکوپ رو روی واید همون وسطی، نمیدونم چیه اسمش، همینا. بعد میایین داخل سنسیویتی. اینجا تمام این ستای آخر رو حتما همش روی 200 میذارین، هم کامرا سنسیویتی هم فایرینگ سنسیویتی. بعد مال ژیروسکوپ سنسیویتی رو تمام کل سنس رو برای ژیروسکوپ روی 1 قرار میدین. اینو توجه داشته باشین، مال سنس ژیروسکوپ همه رو روی 1 قرار میدین. چون که من اونجا دیدین که ما رو روی وسطی گذاشتیم، یعنی اینکه نمیخوایم زیاد از ژیروسکوپ استفاده کنیم، فقط برای اینه که ایممون رو لیزری کنیم. خب اینجا من دارم همه رو روی 1 قرار میدم که خودتون هم تماشا کنید ببینید. با این ترفندی که بهتون گفتم همه رو میتونید روی 1 قرار بدین و اینجا با یکی. خب حالا بعد اینکه اینو روی 1 قرار دادیم چه اتفاقی میفته؟ خودتون میبینین که یکی از بهترین چیزایی میشه که تو عمرتون دیدین. یکی از بهترین ایمای لیزری رو دارین شما. دوستان ایم لیزری خیلی خوبه، یعنی از شما از هر جایی میتونید انمی رو بزنید، ناک کنید. ولی بستگی به دیوایستون هم داره که دیوایستون چقدر روون باشه، لگ نداشته باشه، اف پی استون چه اف پی اسی باشه. اگر 60 اف پی اس باشه خوبه، اونقدر بد نیست. 90 باشه عالیه و 120 باشه که دیگه خدا ایمتون. و اینکه چون که هر اف پی اس ریجسترتون رو بالاتر و بالاتر میبره، یعنی FPS میشه همون هر عکسی که توی در هر ثانیه به اون نشون میده. یعنی ما الان من 60 FPS بیشتر نمیگیرم و یعنی اینکه در هر ثانیه 60 فریم 60 عکس رو نشون میده. خب اینجا نگاه کنین دوستان، ایمم بعد اینکه لیزری شد چقدر خفن داره میزنه.